بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن الحارث الحمداني أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام: حسبك من كمال المرء تركه ما لا يحمد به، ومن حيائه أن لا يلقى أحدا بما يكره، ومن عقله حسن رفقه، ومن أدبه عمله بما لا بد منه، ومن ورعه عفة بصره وعفة بطنه، ومن حسن خلقه كفه أذاه، ومن سخائه بره لمن يجب حقه، ومن كرمه إيثاره على نفسه، ومن صبره قلة شكواه، ومن عدله إنصافه من نفسه، وتركه الغضب عند مخالفته، وقبوله الحق إذا بان له، ومن نصحه نهيه لك عن عيبك، ومن حفظه جواره ستره لعيوب جيرانه، وتركه توبيخهم عند إساءتهم إليه، ومن رفقه تركه الموافقة على الذنب، على ذنب مذنب بين يدي من يكره المذنب وقوفه عليه، ومن حسن صحبته إسقاطه عن صاحبه مؤونة أذاه، ومن صداقته كثرة موافقته، ومن صلاحه شدة خوفه من ذنبه، ومن شكره معرفته بإحسان من أحسن إليه، ومن تواضعه معرفته بقدره، ومن حكمته معرفته بذاته، ومن مخافته ذكر الآخرة بقلبه ولسانه، ومن سلامته قلة تحفظه لعيوب غيره، وعنايته بإصلاح نفسه من عيوبه. ترجمه به فارسی. حارث حمدانی یکی از شاگردان حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. حارث حمدانی امیر مؤمنان گفت: در کمال مرز همین بس که آنچه وی را بدان نستایند وانهد، و در حیایش همین بس که با هیچ کس به گونه‌ای که ناپسند می‌دارد دیدار نکند، و در عقلش نیکویی مدارایش، و در ادبش آگاهی به آنچه از آن ناگزیر است، و در وارستگیش عفت چشم و شکمش، و در خوشبختیش و در خوشخوییش آزار نرساندش، و در سخاوتش نیکی کردن به کسی که حق دارد، و در بزرگواریش مقدم داشتن دیگران بر خودش، و در صبرش کمی شکوهش، و در عدالتش انصاف دادنش،
گرچه بر خودش باشد و خشم نکردن به گاه مخالفت با وی و پذیرش حق به هنگام روشن شدنش و در خیرخواهیش بازداشتن تو از عیبت و در همسایه‌داریش پوشاندن عیب همسایگانش و سرزنش نکردن آنان به هنگام آزارش و در مدارایش پافشاری نکردن بر گناه او در پیشگاه کسی که گناهکار دوست ندارد او بر گناهش آگاه شود و در نیکویی مصاحبتش تحمل بار و آزار همراهش و در دوستیش آسانی همراهش و در دوستیش بیم فراوان از گناهش و در شکرش شناخت نیکی های کسی که به او نیکی کرده است و در فروتنیش شناخت قدر و منزلت خود و در حکمتش آگاهیش به ذات خود و در بیمش یاد کردن آخرت را با دل و زبانش و در سلامتیش کم به خاطر سپردن عیوب دیگران و توجهش به زدودن عیبهای خویشش. خدا حافظ شما.